رستم اموملی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی مجلس بالای پارلمان تاجیکستان روز 20 آگوست سال 2023 با یک سفر رسمی به جمهوری خلقی خطای رفت. بنا به اطلاع رسمی رستم اموملی در این سفر وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان زفقی زاده، رهبران یک قطار تشکیلات و اداره ها و کارخانه های استحصالی، نمایندگان بخش صاحبکاری اینچنین دیگر شخصان رسمی همراهی میکنند. جانب تاجیکستان درباره سفر رستم اموملی به خطای تفصیلات از این بیشتر نداده است، ولی قبلا رسانه‌های رسمی پکین خبر دادند که بازدید رستم اموملی به این کشور با دعوت ژائو لی، رئیس کمیته دائمی شورای مجلس نمایندگان خطای صورت گرفته از 20 تا 23 آگوست دوام میکند. رستم اموملی تا کنون به چند کشور از جمله به روسیه، ازبکستان و آذربایجان سفرهای رسمی انجام داده است، ولی بار اول با بازدید رسمی به پکین می رود. این سفر در حالی است که خطای در سالهای آخر به صورت پیگیرانه به سرمایه گذار اساسی به اقتصاد تاجیکستان تبدیل می یابد. در حال حاضر قریب نصف قرض خارجی تاجیکستان که حلقه از 3 میلیارد دلار گذشته است محض قرضهای خطای تشکیل می دهند. خطای همین طور سرمایه گذاری بزرگترین طرحهای ساختمانی در تاجیکستان از جمله ساختمان راهها و کوپروکا، نقبها و حتی ساختمان بنای نو حکومت و پارلمان این کشور را به دوش خود گرفته است و از این لحاظ به حفظ نظام سیاسی حاکم در دوشنبه منفعت دارد است. به عقیده تحلیلگران اموملی رحمان با این سفر پسرش به پکین رهبران خطای را اطمینان خاطر می‌دهد که در صورت انتقال قدرت از او به رستم اموملی نیز منفعت‌های پکین در تاجیکستان خلل نخواهند دید. رستم اموملی به باور ناظران امور در جریان این سفر جانب خطای را اطمینان خاطر خواهد داد که در عهد او همکاری‌های تاجیکستان و خطای آسیب نخواهند دید، بلکه افزایش از این بیشتر خواهند گرفت. رستم اموملی پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان اموملی رحمان 35 سال داشته از ماه ینور سال 2017 اینک 6.5 سال باز شهردار دوشنبه پایتخت این کشور است. او ماه اپریل سال 2020 رئیس مجلس ملی پالاتای بالای پارلمان تاجیکستان نیز انتخاب شد و با کسب این مقام اینک 3 سال باز رسما رهبر دائم جمهوری دانسته می شود.